سلام دوباره به شما دوستان چاره‌اندیش. روی صفحه الان دو تا از بهترین گوشی‌های هوشمند رو می‌بینید به نام‌های آیفون 5S و گلکسی S4. خب ما در دو فیلم جدا سعی می‌کنیم دلایل بهتر بودن هر کدوم از اونها رو به نسبت دیگری مطرح کنیم. توی این فیلم 25 دلیلی که گلکسی S4 بهتر از آیفون 5S هست رو براتون میگیم. شماره 1. صفحه نمایش گلکسی S4 با اندازه 5 اینچی خودش به نسبت صفحه آیفون که 4 اینچه نمای بهتر و بزرگتری برای چشم جهت مرور صفحات، اینترنت و بازی‌ها در اختیار میذاره. مورد دوم، در مورد صفحه فقط بزرگی اون مطرح نیست، بلکه شفافیت بیشتر و رزولوشن بالاتر اون هم قشنگ به چشم میخوره که خب مسلما محتوای بیشتری هم از صفحات برای شما نمایش میده که این خودش باعث عدم نیاز به اسکرول صفحه میشه. سوم، از اونجایی که در مورد صفحه داریم صحبت می‌کنیم بذارید بگیم که صفحه گلکسی S4 حتی با پوشیدن دستکش هم میتونه فرمانهای شما رو اجرا کنه، در صورتی که آیفون این قابلیت رو نداره. این قابلیت مهمیه مخصوصا اگه شما در هوای سردتری زندگی می‌کنید. 4. برخلاف آیفون این گوشی دارای باتری قابل جابجایی و برداشتن هست. در نتیجه میتونید اون رو جایگزین کنید و هیچ وقت نگران مشکلات باتری نباشید. 5. این گوشی دارای فضای کارت حافظه میکرو SD هست که به این معنیه که شما قابلیت افزایش حافظه نگهداری اطلاعات رو دارید و به راحتی در زمان لزوم میتونید یک کارت حافظه بیشتر در اون قرار بدید. 6. با توجه به داشتن کلیدهای برگشت و منو در کنار کلید اصلی در طول زمان استفاده از نرم افزارها و منوها حرکت در گوشی راحت‌تر اتفاق میفته. مورد 7. گلکسی S4 دارای هشدار LED هست که به شما امکان فهمیدن هر نوع هشدار جدیدی رو بدون برداشتن گوشی و روشن کردن صفحه و فقط با نگاه کردن به اون میده. شماره 8. با قابلیت اسمارت الرت امکان فهمیدن هشدارهای از دست رفته رو با لرزاندن گوشی بعد از برداشتن اون خواهید داشت. در نتیجه در صورت عدم لرزیدن اون نیاز به نگاه کردن به گوشی نیست. 9. با توجه به استفاده از دوربین جلویی گلکسی S4 گوشی میتونه از خاموش شدن یا چرخیدن نابجا در زمانی که در جلوی صورت شماست جلوگیری بکنه که با استفاده از اسمارت روتیشن این کار انجام میشه. شماره 10. با توجه به توانایی‌های هوشمند قبلی یک قابلیت دیگه هم به نام اسمارت اسکرول پوز وجود داره که با توجه به حرکت سر میتونید صفحات مرورگر یا نرم افزارها رو اسکرول کنید و حتی فیلم یا ویدئویی در حال پخش رو با نگاه کردن به جای دیگه‌ای متوقف کنید که البته همه اینها با استفاده از دوربین جلویی اتفاق میفته. شماره 11. گوشی گلکسی S4 قابلیت نمایش اطلاعات موجود در زیر انگشت شما رو داره. یعنی میتونید بدون انتخاب مثلا فیلم یا عکسی یک پیش نمایش بزرگتر از اون رو فقط با نگه داشتن انگشت در بالای اون داشته باشید و در صورت تمایل اجراش کنید. 12. برخلاف آیفون این گوشی دارای قابلیت تکنولوژی NFC هست که با چسبوندن دو گوشی به هم امکان جابجایی فایل ها بین دو گوشی رو فراهم میکنه. اما مهمتر از اون تنظیم NFC تگ هست که به شما امکان انجام بعضی کارهای روزمره رو به صورت اتومات میده. شماره 13. با گلکسی S4 شما به راحتی میتونید گوشی خودتون رو بدون نیاز به نصب برنامه‌ای خاص به هر کامپیوتری وصل کنید و به همه فایل هاتون دسترسی داشته باشید و اونها رو جابجا کنید. خب یعنی میتونید از گوشی به عنوان فلش استفاده کنید. شماره 14. اگر نرم افزار گوگل ناو رو در آیفون دانلود و استفاده کنید باز هم گلکسی S4 نسخه بهتر و کارآمدتری از اون رو داره که بدون نیاز به باز کردن نرم افزارش میتونه اطلاعات رو در اختیارتون قرار بده و یه امر جداگانه از سیستم عاملش نیست. 15. درسته که آیفون از سیری بهره میبره اما سرویس مشابهش در گوگل وجود داره که در گلکسی S4 علاوه بر اون فرمانهای دستوری زیادی رو با استفاده از وایس کامند میتونید تنظیم و به انجام برسونید، مثل قطع زنگ هشدار، عکس گرفتن و کارهای دیگه. شماره 16. گوشی گلکسی S4 تعداد بیشتری انتخاب برای صفحه قفل با قابلیت شخصی سازی بهتری داره، مثل انتخاب الگوی قفل، قفل تصویری صفحه، ترکیب قفل صدا و تصویر و امکاناتی شبیه به این. 17. برخلاف آیفون 5S این گوشی انتخاب‌های بیشتری برای صفحه کلید خودش برای دانلود و استفاده داره که با بررسی مدل‌های متفاوت میتونید صفحه کلید دلخواه خودتون رو با قابلیت‌های خاص تایپ پیدا و استفاده کنید. 18. شما در گلکسی S4 میتونید انواع و مدل‌های متفاوتی برای صفحه نمایشتون دانلود و استفاده کنید. خب اگه از صفحه نمایش فعلی خوشتون نمیاد، یکی دیگه دانلود میکنید و ازش استفاده میکنید. و اما شماره 19. صحبت از صفحه نمایش شد. اگه نخواسته باشید که آیکونی از نرم افزارها، چه اونهایی که نصب شده اولیه کارخونه‌ان، چه اونهایی که خودتون نصب کردید دیده نشن، به راحتی میتونید مخفیشون کنید.
شماره 20. با گوشی گلکسی S4 شما به راحتی میتونید به صفحه نمایش ویجت های اضافه کنید تا به سرعت از اطلاعات و تغییرات یک ویجت خاص روی صفحه بدون نیاز به باز کردن و اجرای نرم افزار مرتبط به اون مطلع بشید. مورد 21. در بالای گلکسی S4 سنسور مادون قرمز وجود داره که به شما اجازه استفاده از گوشی به جای کنترل تلویزیون و سیستم صوتی رو میده. 22. قابلیت کوچک ولی کاربردی در گلکسی S4 به نام شماره گیری T9 هست که اجازه میده در زمان وارد کردن شماره جدید حافظه ای از شماره‌های گرفته شده در اختیار شما نمایش داده بشه که انتخاب اونها شماره گیری رو سریع‌تر میکنه. 23. با iOS 7 قابلیت اجرای چند برنامه یا همون مولتی تاسکینگ بسیار پیشرفت کرده، اما هنوز قابل مقایسه با قدرت مالتی تاسکینگ در گوشی گلکسی S4 نیست، مخصوصاً با قابلیت چند صفحه یا مالتی اسکرین که به شما این امکان رو میده که 2 برنامه رو به صورت همزمان در حال اجرا روی صفحه داشته باشید. 24. برخلاف آیفون 5S شما میتونید دسته کنترل ایکس باکس رو با استفاده از کابل OTG به گوشی گلکسی S4 بزنید و به بازی کردن بپردازید و از گوشی مثل یک کنسول بازی استفاده کنید. و بالاخره به آخر رسیدیم. 25. در گذشته آیفون به عنوان ساده ترین گوشی هوشمند قابل استفاده در بازار شناسایی میشد، اما با حالت آسان گلکسی S4 یا همون ایزی مود که بسیار ساده و راحت شده، قابلیت‌های این گوشی به ساده ترین شکل در اختیار کاربر قرار گرفته. خب حالا شما دلایل ما رو مبنی بر اینکه گلکسی S4 بهتر از آیفون 5S هست رو دارید، ولی پیشنهاد می‌کنیم حتما دلایل بهتر بودن آیفون 5S نسبت به گلکسی S4 رو هم ببینید. فیلم‌های دیگه ما رو در سایت چاره‌پز ببینید. مثل همیشه نظراتتون رو به ما بگید و در صورت مورد استفاده بودن یا اینکه ازشون خوشتون اومد اونها رو تایید و لایک کنید.